این فیلم هم واسه همه عرب پرستای خرافاتی مسلمون. من دلم میخواد قرآن رو بخرم، یه روزی آتیشش بزنم، یه روزی مثل دستمال کاغذی ازش استفاده کنم، یه روزی پارش کنم. به شما هیچ ربطی نداره. اگه این یه کتاب آسمونیه، هر کس که تو آسمون نوشتتش خودش بیاد از این کتاب دفاع کنه. شما چرا خودتون رو کردید اینجا نخود آش، داعش یا جنایتکار، خرافاتیای احمق دهاتی جنوب شهری؟ هرچی عملو دهاتی اینجا ریختن، دارن فوش میدن و بی احترامی میکنن، بعد میگن که من به شما احترام بذارم. من به چیتون احترام بذارم؟ کثافتای نجس فقیر. به پیکانتون؟ به پولی که ندارید؟ به سوادی که ندارید؟ به عقلی که ندارید؟ به چیتون احترام بذارم؟ خرافاتای احمق زیر حجاب اجباری با ارث نصف مرد، من به چیتون احترام بذارم؟ شما خودتون فوش هستی. خودتون رو تو آینه نگاه کنید، از 100 تا فوش بدتری.